بر مزار یکی از جانباختگان حادثه انفجار معدن طبس هستیم که از اهالی روستای فاضل آباد شهر آزادشهر و استان گلستان یکی یکی اجساد مطهر این عزیزان رو میارن به دیار خودشون و تو روستا و تو شهرهای محل زندگیشون تو استان گلستان دفن میکنن. متاسف بعضی وقتا به خودم میگم کاش من تو مملکت کفر به دنیا آمده بودم، مثلا مثل ژاپن. دیدید مسئولشون چقدر مسئولیت پذیره؟ یه قطار، یه هواپیما یا یه اتوبوس اگه چند دقیقه تأخیر بکنه از اون نخست وزیر و وزرا و کابینه و مجلس گرفته همشون تا زانو برای مردم خم میشن و عذرخواهی میکنن. بعضیاشون هم حتی جسارتشو دارن. این اواخر دیدید که نخست وزیر کشورشون میاد استعفا میده. اینجا که کسی عرضه استعفا دادن نداره، ولی من میگم کاش که قاضی القضات، رئیس عدلیه آقای محسنی اژه‌ای، چند نفر از این مسئولین رد و بالای مفخر کشور رو که همیشه هم دستشون تو این حوادث هست و باعث بانی حوادث این چنینی هستن، چه مدیر کل شده چه معاون شده، ببرن جلوی این معدن‌ها، یه چند تاشون اعدام بکنن تا این درس عبرتی بشه برای بقیه مشاغل، تا کارگر پشتگرمی داشته باشه، بدون اگه حق حقوقش ضایع شد، بدون اگه یه پیمانکار، یه رئیس معدن بل اجبار ازش خواست فقط بره کار بکنه و استخراج بکنه بدون رعایت متدهای ایمنی، یه عدلیه هست هواشو داره و بازخواستش میکنه. من متاسفم برای وزیری که برگشت دیشب تو مصاحبه‌هاش گفت یه حادثه بوده، گازسنجی شده، هوادهی آنی انجام شده. آقای وزیر، شما به جای گفتن این کلمات بدون پشتیبانی کارشناسی میرفتی از بچه‌های معدنجو میپرسیدی. معدنجو یکی از معادن پرگاز کشورمونه، لایه‌های زغالش پر از گازهای پنهانه. هر از گاهی بچه‌های اون معدن رو گاز اشکاور میگیرتشون. برین ازشون بپرسین برای اینکه اون درده رو تسکین بدن متوسل به چه راههایی میشن که من از گفتنشون قاصرم و نمیتونم بیان بکنم، چون اگه بگم سنگ روی سنگ بند نمیشه. تا بال گاز اشکاور به چشمت خورده آقای وزیر؟ میدونی چه حسی داره؟ آدم سعی میکنه اون تخم چششو از کاسه در بیاره، چرا که حس میکنی شیشه رو خورد کردن ریختن تو چشمت. یاد حادثه معدن زمستان یورت افتادم. چقدر سیاست کثیف، راست میگن. حسن روحانی اون روزا احتیاج به رأی مردم داشت، علیرغمی که میدونست امنیت جانیش در خطر، کارگران ناراحتن، خانواده کارگرها عصبانیان، احتمال داره هر اتفاقی بیفته، اما اومد اونجا برای عرض تسلیت یا حالا تبلیغ انتخابات. ولی آقای پزشکیان چون رأیش گرفته بود، خرش از پل گذشته بود، خیلی راحت با یه عرض تسلیت و با یه تأکید به رسیدگی و پیگیری گذاشت رفت سفر نیویورک. این تفاوت سیاسته. تو خیلی از کشورها وقتی حوادث اینجوری پیش میاد، مسئول، رئیس جمهور، نخست وزیر تمام سمینارهای بین المللیشو کنسل میکنه، برمیگرده به کشورش. شما وقتی این اتفاق پیش اومد تو ایران بودی، تهران بودی، میتونستی نیویورک رو نری، با تعویق بری، با تأخیر بری، بمونی و دلداری بدی، پیش بچه ها باشی، نه اینکه 3 تا وزیر رو بفرستی، کاری از دست وزیر بر نمیاد. اینجا فقط معدنچی‌ها به درد هم دیگه میخورن. اجازه ندید این حوادث پیش بیاد. همینجوری اگه ساده از کنار این حادثه رد بشید، مقصر حادثه معرفی نشه، تنبیه نشه، بازخواست نشه، ایمنی معادن زیاد نکنید، چند روز دیگه شاهد همین اتفاق خواهیم بود. از من گفتم بود. امیدوارم دیگه شاهد به خاک و خون کشیده شدن چنین جوانایی به واسطه انفجار هیچ معدنی تو کشور ایران نباشیم. البته که میدونم بازم رسیدگی نمیشه و بازم هیچ مسئولی بازخواست نمیشه و متاسفانه ما شاهد خواهیم بود. این امیدواری کاذب رو از خودمون دور بکنیم. تا بوده چنین بوده، تا با چنین باد.